اساسی و مرد حقانی و مرد مسلمان باید رشک داشته باشد، رشک اسلامی داشته باشد که یک مرد چه حق دارد که با زن من سلام میکند. این حالت دیوسی و بیغیرتی ما و شما را نشان میدهد که زن ما و شما با طلبش سلام میکند، با همسایش سلام میکند، با یگان آدم نیکاره سلام میکند. این دیوسی ما و شماست. در یک خانه یک مرد مهمان شده است. بعداً همون مردم یک مرد بی‌غیرت فرمان داده است برای زنش که دسترخوان بیار. چگونه ای که در خانه ما مردم الها زنها و دخترهای ما و شما خدمت میکند، این قطعیاً منع است. نخواه که زنی تو در پیش رفیقی تو خدمت کند، او خم می شود، راست می شود، تمام وجود او در میدان است. او جایز نیست در پیش ما و شما زن ما و شما و خواهر ما و شما خدمت کند. پای ما و شما نمیشکند، خود ما خدمت بکنیم. حضرت عمر در خانه مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد. میگو ملائکه ها برای آمدن مهمان خوشنود هستند، راست ایستادند. عمر کجا نشیند؟ آیا ما و شما قد عمر هستیم؟ خودتان خدمت کنید، بچه هاتان خدمت کنند. در یک خانه یک مرد میگد وقتی مهمان شده است، زنش خدمت کرده است. بعد این مرد مهمان آدم دیندار بوده است، خواست است که همین صاحب خانه را یک تعلیم دهد. چشمش میگه از زن همون نکن، فقط زن همون را نگاه کن. چای میارد همون را نگاه میکند، پس میراد پسش نگاه میکند، پیش میراد پیشش نگاه میکند. این خاندار خجالت شد، میگه از این مرد مهمان پرسید. مهمان گفت این بار به سوی دسترخوان نگاه نمیکنی، فقط همین چشمهای تو به سوی زن من است. این مرد مهمان چی گفتند؟ گفتند مادامی که زن تا که آوردی بگذار که تماشاش کنی. اگر نمیفاریدت از تماشای ما، از نگاه کردن ما، خودت خدمت میکردی. مادامی که آوردیش به نزد ما، مرحمت دیگر ما تماشاش میکنیم.